اگه بهت بگم 99% زندگیت از قبل نوشته شده چی؟ حتی اینکه حالا این ویدیو رو میبینی شاید فکر کنی یه جمله فلسفیه، اما تا آخر ویدیو شاید بفهمی چقدر به حقیقت نزدیکه. هر روز بیدار میشی، همون زنگ، همون صدا، همون مسیر. زندگی مثل یه آهنگ تکراری شده. تصمیم میگیری ولی نمیدونی چرا. انگار یه چیزی پشت پرده داره دکمه ها رو فشار میده. یه روز وسط این تکرارهای خسته کننده از خودت میپرسی آیا واقعا دارم زندگی میکنم یا فقط دارم اجرا میکنم؟ شاید جوابش دردناک باشه، چون بیشتر ما توی چرخه زندگی میکنیم که خودمون نساختیم. یه چرخه‌ای که سالها پیش نوشته شده بود. از لحظه‌ای که به دنیا اومدی، دنیا شروع کرد به شکل دادن تو. خانوادت، فرهنگی که توش رشد کردی، حتی کلماتی که یاد گرفتی. هر چیز کوچیکی مثل یه برنامه پنهان رفت توی ذهنت. مغزت یاد گرفت چطور فکر کنه، از چی بترسه، به چی عشق بورزه. و تو فکر میکنی داری انتخاب میکنی، ولی نه، فقط داری مسیرهایی رو میری که سالها قبل کسی برات چیده. و اینجاست که متوجه میشی ریل زندگیت مال تو نیست. سخت قبولش، ولی بیشتر افکار ما از خودمون نیست. از هزاران صدای قدیمی ساخته شدن. از پدر و مادر، از مدرسه، از رسانه. ما فکر میکنیم آزادیم، اما در واقع فقط بازیگر برنامه‌ای هستیم که خودمون ننوشته ایم. و این لحظه تلخیه، چون میفهمی حتی من امروزت نتیجه محیط دیروزه. ولی بدون ناامیدی، چون وقتی حقیقت رو میبینی یعنی داری بیدار میشی. یه روز، یه لحظه، یه اتفاق تو رو متوقف میکنه. وسط شلوغی یه سکوت میاد، یه حس آشنا، انگار یکی از درونت داره نجوا میکنه تو بیشتر از اینی. اون لحظه رو جدی بگیر، چون همون لحظه شروع آزادیه. بیداری یعنی دیدن خودت بدون نقاب، بدون ترس. یعنی فهمیدن این که میتونی مسیر رو عوض کنی. تا اینجا یک سری از موارد رو برات بیان کردم. اما در پایان ویدیو نکته کلیدی رو بهت میگم که زندگیت رو تغییر میده. پس تا پایان ویدیو همراه من باش. همه چی از اون یه لحظه شروع میشه. از اون نقطه‌ای که میفهمی لازم نیست تکرار گذشته باشی. میتونی معنا رو خودت بسازی. تو نمیتونی گذشتت رو عوض کنی، اما میتونی معنای اون رو بازنویسی کنی. درد میتونه نابودت کنه یا میتونه نجاتت بده. همه چی بستگی به اون 1% آگاهی داره. همون لحظه‌ای که انتخاب میکنی دیگه قربانی نباشم. ترس همیشه همراه تغییره. از شکست، از قضاوت، از شروع دوباره. ولی ترس دشمن نیست. ترس علامت رشد توه. یعنی داری نزدیک میشی به نقطه‌ای که باید ازش عبور کنی. فرار نکن، چون اون ور ترس همون آزادیه که دنبالش بودی. هیچ قهرمانی بدون ترس نبوده. فقط یاد گرفتن باهاش قدم بردارن. حالا نوبت توه. وقتی بیدار میشی دنیا تغییر میکنه. نه چون جهان بهتر شده، بلکه چون تو داری متفاوت نگاه میکنی. حالا هر لبخند، هر تصمیم معنای تازه‌ای داره، چون از آگاهی میاد، نه از عادت. اون لحظه‌ای که میفهمی زندگی فقط برای زنده موندن نیست، زندگی برای ساختن معناست. وقتی به کسی کمک میکنی، در واقع داری بخشی از خودت رو نجات میدی. ما همه به هم وصلیم و همین اتصال راز بودن ماست.
99% از زندگی شاید نوشته شده باشه، ولی اون 1% هنوز منتظر توه. هر تصمیم، هر فکر، هر کلمه یک خط جدیده در کتاب سرنوشتت. تو فقط یه بازیگر نیستی، تو نویسنده‌ای هستی که تازه قلمش رو پیدا کرده. پس بنویس، حتی اگه اشتباه، حتی اگه ساده، فقط بنویس، چون هر کلمت دنیای تازه‌ای میسازه. یادت باشه، تو نتیجه گذشتت نیستی، تو آغاز آینده‌ای تازه‌ای. هر روز یه فرصت جدید برای نوشتن فصل بعدی. پس بلند شو، نفس بکش و شروع کن. اگه به اون 1% ایمان داری، اینجا بمون، با ما رشد کن، چون آزادی از درون آگاهی شروع میشه. یک سری از نکات رو توی این ویدیو برات بیان کردم، اما ممکنه نکات دیگه‌ای باشه که از دید من جا مونده و شما ریزبینانه بهش نگاه میکنی. حتما تو کامنت ها به من بگو و همچنین منتظر ویدیو بعدی من در همین کانال باش.